پیدا شدن عجیب و غیر قابل باور زلال هاشمی در کابل. زلال هاشمی به چه دلیل ربوده شده بود؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده ربوده شدن زلال هاشمی کاملا بدور از تصور. شوهر زلال هاشمی در تازه‌ترین برنامه مصاحبه‌اش چی گفته است؟ آیا با واقع زلال هاشمی به خاطر رفتن به خارج از خانه‌اش فرار کرده بود؟ گفتنی‌های تازه عجیب و شوکه کننده همسر زلال هاشمی. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای معرفت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زلال هاشمی دختر خانم با استعداد، هنرمند جوان، محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان بوده است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زلال هاشمی توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کند. این همه در حالی از زلال هاشمی با استعداد خاصی که داشت توانست در برنامه رقابتی ستاره افغان تلویزیون جهانی طلوع مقام دوم را از آن خود کند. زلال هاشمی عاشقانه هنر موسیقیش را ادامه میداد و برنامه زلال هاشمی مورد حمایت دوستداران و طرفدارانش قرار می گرفت. این همه در حالی است که زلال هاشمی برنامه‌هایش موج حمایت‌ها را به همراه داشته است. زلال هاشمی بعد از آن که ازدواج کرد کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرد و دلیل ترک زلال هاشمی از هنر موسیقی ازدواجش بوده است. زلال هاشمی ازدواج کرد و به همین دلیل دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخت. همسر زلال هاشمی هرگز به وی اجازه کار در رسانه‌ها را نداد. زلال هاشمی برنامه‌هایش توسط افغان‌ها حمایت خوب میشد. تازه تصاویرش در صفحات مجازی از طرف همسرش نشر شده است که زلال هاشمی وفات کرده است. این همه در حالی است که تازه همسر زلال هاشمی بیان کرده است زلال هاشمی به دلیل نامعلوم در خانه‌اش ربوده شده است، ولی ما آرزو داریم این دختر خانم دوباره با صحت کامل به خانواده‌اش برگردد. دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلال هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای معرفت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.